نام چیه؟ همراه پهلوان عده های کفایتلو عده های عدلی از ناحیه عبدالرحمن جامی با دقت پهلوانایی که مهمان که در خانم بینو بازکشی دوام دارد مرحمت بیان و از ما را میکشن بعد گوشتی موقوض میشه هم یک با دقت همه داوران مسابقه به نزد میز سرداور بیاین. همه داور آمدیم اینجا. بیا پیش حرکت مفیدم با رنگ نیاره اون در سردار گل شد دعوت شد تویست ای همه جا هست کورسای بازآموزی را گذشتگی دیگه ما هر کدام میتونه بدن چخیر میشه رئیس دعوت کشک سفر مهمانی جامی محترم سعید یعقوبزاد میگه مرحمت. چون عنعنه همه در دایره نقشه چهارمینی‌های نوروزی در تمام گوشه و کنار کشورم مسابقه‌های ورزشی از قبیل گوشتینگیری، بزکشی، بندکشی، پایگاه دایر کرده می‌شود. ورزش در رشد کمالات ذهنی انسان موقع خاصه داشته برای روحاً و جسماً سالم تربیت یافتن انسان ضرورت و صلح و ثبات بین خلق و دولت‌ها محسوب می‌یابد. علاوه بر این ورزش برای نسل جوان همچون مکتب مهمی جهانفهمی و ترغیب ارزش‌های عالی انسانی از قبیل دوستی و برادری، صلح و آزادی. زیرا مردم هر قدر
ба варзиш машғул гардида саломатии худро ба ҳамин мақсад давлату ҳукумат ва бахусус сарвари давлат асосгузору баҳри рушди варзиш таваҷҷӯҳи ғамхориҳои зиёд изҳор менамояд ба мақсади ривоҷ بار دیگر همه شهروندانی ای بخش فیض‌الله حبیب‌الله داری درجه جمهوری نماینده شهر باختر اینجا شرکت می‌ورزند چی از ولایت مختار کوهستان بدخشان از ولایت سوخت منطقه مخلصان از همه شما خواهش میکنیم که این گشتینی نوروزی نویای آوازدار عبدالرحمن جامی است. گشتین با طرزی واسپشه و وقتی میشه و یگان گفتی زود برای کل مهمانان برای پهلوانان برای خوشنودی برای نوروزی یک تمایسترا یکی از تلویزیون شناختی جمهوری که این تلویزیون جهانما هست در مهمانی ما و شما خوش آمدید میگیم. باری هست که تلویزیون جهانما 24 ساعت برای مردم تاجیکستان خدمت میکنند. رنج و راه کسی از دوشنبه آمدن اظهار بینداری کلی پهلوانان و مردم بننگ ناموسی عبدالرحمن جامی رو با شما اظهار بینداری میکنم. خوش آمدید. نوری دیدار تاج سر. تصادفاً نیست. های بیگناه بی عیب فقط پروردگار خوشه. دست چپ گلیر آخران وزن 50 پهلوانان دولت برهان عبدالرحمن جامی مرادزاده حسن وزن 40 برایا سید رحمان و سید ناحیه عبدالرحمن جامی. وزن 40 تیاری بیند شریف علی جان دوشنبه براتو جانبک عبدالرحمن جامی تیاری بیند. های بله با گلیم رقم 3 دعوت کرده می شود وزنی تا 50 کیلوگرم دولت سیروج عبدالرحمن جامی یارف احسان ناحیه حصار. تیاری بیند. پهلوانا سودیا استید گفت آور بست بعد استید گفتن یگان حرکت شوام بیکاره لوچی نشو. تیاری بیند. ایگامزاده دولت عبدالرحمن جامی کنتایف محمد عبدالرحمن جامی. نگفتن منم تماشا بینم برادران کدام صفت که میشه ایناسش هست سالم داره انا فرقیت دواری گلمی رقمی 2 روان کنه.
Vazmi Çil Şerif Alijon Dushanbe وقتی خوب Marotu Joni Bek Noya Abdurrahman Jomi از سبب عبور داشتن پهلوان یکتکی کبود غلوبیت و پهلوان یکتکی سفید دولت برهان برادرها من همه وزما رو کشیدم به خاطر حرمت شما پهلوانا با نیم ساعت دیگه من همه اجازه شد که پهلوانای وزن 70 80 90 100 پلوس 100 نیم ساعت حق دارن که من همه زدن که دیده سه خانی تونه انا میزنم برام واسطانو بکشم بعد نیم ساعت دیر کردی ای خودت خفن شد با نگو که هر یکی ترتیب داره نیم ساعت دیگه اجازه توگری بگو اکثر خان نیم ساعت اکثر خانی که آمد دیگه نمیروز بگیلم رقمی تو دعوت کرده می شود در گلومی نامر یک مسلمان است امام نظر پنج وینای خوش آمده دیگهش یا وینای میمانا پنج وینای خوش آمده تیاری بینه بیایه دولت قطعی غالبیت با عبدالغنی دکتر مسابقه دکتر وزن 50 کیلوگرم پهلو و پهلوان یکتکی سفید در وزن 40 کیلو دعوت کرده می شود دولت وزن 50 کیلوگرم سعید شریپوف کنجایف اکبر سعید شریپوف سنگی مرود کنجایف اکبر تیاری بینن وزن مراد خوش آمدید نوری دیده تاج سر برای کلی مردمی بننگ ناموسی حصار برای براد قدم رنگ یکتکی سفید پرسوز بعد از امری دوبا پشکی وای نکنه زربان 35 سعید شریپوف کنجایف مرحمت گروه گیلیم سعید شریپوف کنجایف سعید شریپوف سعید مراد کنجایف اکبر مرحمت شامدی برادری ما علی شریف های بله بچه های عزیز میمانا خوش آمده نوری دیده تاجی سر داود جان خوش آمده آبیدو خوش آمده عزت توف اکای سعید از شغنو خوش آمده اکای سلیم های بله در مخلصا جانو
وزن 60 کیلوگرم تیاری بیند. دعوت کرده می شود دولت خودبینینو زیارت دولت زاده منصور وزن 60 کیلو دعوت کرده می شود. پهلوانا تیز بیایید نرابده غالبیت داده می شود. های بله میمانا خوش آمدید نوری دیده تاج سر برای کلی مخلصان برای مخلصانی که همیشه جمع شدیند همه قبول تیاری بین وزن 60 کیلو که ایوب احمد جان وزن 60 کیلو شمده اکی سلیم رجب و از نوحیه آزاداری آوان در وزن 60 کیلوگرم شایو نجمدین عبدالرحمن جامی عبدالله شهر دوشنبه تیاری بینند در وزن 60 کیلو تیاری بیند شایو عبدالله مهمان اولی قلب بداری ما طالب و خال محمد خوش آمدید نوری دیده تاج سر پهلو و پهلوانی لباسی کبو داشتند. های بله مهمانان خوش آمدید نوری دیده تاج سر دولت شرف قابلیت صاف با ایوب احمد جان شهر ایسار خوش به حالات مهمان نوری دیده تاج سر شرف دولت بچه که حافظه من پهلوانای خردکی از شرف و دولت جان برادری ما حافظ بچهش خوش به حالات اکی حافظ خوش آمدی نوری دیده تاج سر اکر این بارنشه تیاری بینیم در وزن 60 کیلوگرم تیاری بیند غازی عبدالله قواتوف محمد ریزا دعوت کرده می شود قربانов دولتمند عبدالرحمن جامی سلیمov من یاروف از شهر ایسار دوت غالبیت دوری سیف دبرومد در وزن خوش به حالت مهمان جان تشنه نیستی گشنه نیستی یکی در کاش روی ایسار رو میاوی اکی خرسند رو همجا دوای قبول در وزن 60 کیلوگرم تیاری بیند غازی عبدالله قوت محمد ریزا وقتی قوز مایی غالبیت و پهلوانی یک تکی کبود میرزا احسان پهلو حلال غالبیت و عبدالله مصطفی داده شد جلالزاده محمد عبدالرحمانی جامی میرزایف احسان عبدالرحمانی جامی برادرها من از گوشبینی نوروزی های کسی چی هنره دار میکنه
یکی از پهلوان دختری بهترین جمهوری مولود خان از شهرک کنگورتی تیمورملکی خطلان تاجیکستان مهمان خواهری ما خوش آمدی نوری دیده تاجی سر حریفی او شمس‌الدین ای ناحیه عبدالرحمن جامی تا حالی را ارکش زمین ندیده در خیالم عجلش کنکرین نرسیده شمس‌الدین جان عبدالرحمن جامی انا شوربا بینون کده کنگر به خاطر کلی مردم بنانگی ناموس کنگر یک تمایسترا دعوت کرده می شود وزنی 50 کیلوگرم حیطف بهروز از شهرکی کنگر دعوت کرده می شود وزنی 35 کیلوگرم جلال زاده محمد در وزن 60 کیلو رحیم خنجر نظر اسرافیل حلال رای کویبه شمیاوی عجل رسیدن نمیشه بگن تاجیکا میگن که ما رو عجلش برسن راه میروی همین خیسی نای خوش به حالات به خاطر گردآفرین پتینکات راست پوش برای پتینکای راست چپ پوشیدنش یا مایسترا دعوت کرده می شود دوری سیومی وزنی 50 کیلوگرم یورف احسان ناحیه حصار عزیز خوجایف شمسی عبدالرحمن جامی مرحمت پهلوانای محترم در شما جانم وقتی که داور استیت میگه یگان حرکت زیادی نکنید برای که حرکت کردگیتان بیکار دانسته می شود های بله باری دیگر دعوت کرده می شود یورف احسان ناحیه حصار عزیز خوجایف شمس‌الدین عبدالرحمن جامی حلال پرتاب بعد از امر داور بعد استیت برادر بدخشان خطلان دین خان اگر نی پهلو هم زد کاری که حلال بوده اگر جنس کل هم وقت بدخشان خطلان داور استگو سای آگاهی یا آگاهی داشت یا آگاهی دیگه تنبیه سوکر میشه استگو پهلوان بدخشانی داور استگو استگو
سویارده غلطید بچه ها خیلی گفتی اوزکا که شنداخیدم کم کم بالده ها این لایه پهلوان بدخشانی خیلی شسترک نگی آخی نشید بتش مایی بشمکنه مایی بشمکنه مایی بشمکنه درنگ بشکنه مانش که دو رنگ اش به حالو قبولن مهمان ای کرغیزستان و که خوشگلی سیز نوری دیده تاج سر bu mehrona ayol qiz ay shor bo'ling Qirg'izistonning joni topasmi Qirg'iziston bilan Qirg'iziston Tojikiston ana o'zi bigiran ma'lumot Muhammad Solih Xushbaholov avlodi Quvvatufo Xushbaholi on murabbiye ki amiyor dars meti Xushbaholi ham tolori varzishi konigur Xushomadi mehmonjon Nuride Solim tibigi پهلوانای غالب را سالی عیناشانه بگیرن این گوشتینی نوحیه عبدالرحمن جامی میگن لبای غالبیت سالیم داره در کار شما مغلوب شدگی نوزای میتیم مهران جان پهلوان کرگزستان آسخشروع بگی سیزگه اجازه دو که تند اولا سیشنده غالی در وزن 60 کیلوگرم دوری دیوم دولتزاده منصور میلی بایزاده فیروز دوری دیوم وزن 60 خوش به حالت مهران سالیم تو بگو مهمان بیا که من کرغیزستان پاپشینی راسته کی کرغیزستان بود تامانگه کس گلیسی شهباز با تخلص حضرت ریس این اولاد دادری گاورو ریش داره خوش به حال شهباز جان مدینه خان شهرکی کنگر ان اینجا بگیره حلال پرتافتی پهلوان تیاری دیده می شود یا دعوت کرده می شود ایوب و احمد جان وزن 60 کیلو عالم فریواج در وزن 60 کیلو تیاری بینه عبدالله مصطفی ادینای لطفلا تیاری بینه بدن با یک تکی چه بود؟ من سید عمر بدخشان مهرانه دوشنبه بدخشان دوشنبه یا که بی اوچنه بدخشان دوشنبه بدن با پهلوان یک تکی چه بود؟ های بله خوش به حال کل کارکنان حقوقی حلال ناحیه آوازداری عبدالرحمن جامی حلال غالبیت و کمربند سفید حلال ایوب افتاده می شود میمان ایناست بگی دوری آینده ده تیاری تبی غالبیت و مولود خان غالبیت به مولود خان داده میشه خوش به حالا مولود خان ایناست بگی با گلیم رقم 1 دعوت کرده می شود وخوری های وزنی 80 کیلوگرم حیطف جورا عبدالرحمن جامی گولف حق نظر نوحیه حصار دعوت کرده میشه در وزن اینایوف مصطفی لطفلا عبداللهیوف مصطفی وزنی 80 کیلوگرم دعوت کرده می شود حیطف جورا
عبدالرحمن جامی حق نظر ناحیه حصار. تیاری بیند در وزن 60 کیلوگرم قوتوف محمد رضا، شریفوف محمد. مهمانان عالی قدر برادر ما اکابر جان کماندیر البالجوان خوش آمدید. نور دیده تاج سر برای برادر ما اکابر جان، برای کل مردم بننگ ناموسی ناحیه بالجوان یک تا کویبسکی مایسترا. مهمانا خوش آمده. اکی رحیم خوش آمده. اکابر جان باز یک باری دیگه خوش آمده. بچه اکر هسته گوشتید بگیره برای واسه بکش بگو، برای واسه بکش در اون آموزی برو اکسر خان آموزی دای واسه بکش بگو. خوش آمده مهمانا. برادران مهمانان خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. حالا یکی از مهمانای عالی قدری همین معرکه ما معاونی فدراسیون گوشتینی گوشتینگیری جمهوری تاجیکستان برادر ما مهمان گنرال کشورزاده حضور دارد. مهمان جان خوش آمدید. نوری دیده تاج سر و خاطر مهمان عالی قدر کشورزاده یک تمایسترا. و همه ما معلوم است که من گوشتینی ملی گوشتینگیری انشالله این ماه دیگه در عرصه بین المللی انشالله میشد. دعا کنه فقط. بار دیگر دعوت کرده می شود وزنهای 80 کیلوگرم. قوتوف محمد رضا، شریفوف محمد وزن 60 کیلوگرم دعوت کرده می شود. در وزن 60 کیلوگرم تیاری بیند. مدنی خان غیرت کن. نبر آمدن پهلوان ناحیه عبدالرحمن جامی علی یوسف غالبیت با علم‌الرادف علی شیر داده می شود. حالا وقتی که حریف نمیره غالبیت داده میشه. های بلا به میدان دعوت کرده می شود شهباز محمود ناحیه یوان، محمدیف زیدالله عبدالرحمن جامی. تیاری بیند در وزن 60. حلال حلال نه ای تو حرام بود. حلال حلال شهباز محمود ناحیه یوان، خل محمد خوجا نظر و بحردین شهر دوشنبه، بختیار قربان علی زاده عبدالرحمن حصار. مرحمت. موسایف سید غفران وزن 60 کیلوگرم. بیا برادر نیایی. کریمزاد نوروز تیمور ملیکای. های ولی
در وزن 70 کیلوگرم صابرجان عبدالرحمن جامی، کریمزاده سلیم عبدالرحمن جامی، هر دوش تیاری بینه در وزن 70 کیلوگرم. بعد همی در رو بریا بیای همینجا بسته 70 کیلو. صابرجان وزن 70 کیلو عبدالرحمن جامی بیایید. صابرزاده سلیم ایم عبدالرحمن جامی همینجا بستن تیاری تانو بینه. فکری دواران نسبتی پرتو بعدن سفید پرگی داره. محمد سال بعدن داره یک اوگوی دیگه داره. بعدن با پهلوانی کمربندی سفید. بعدن با کی؟ مولود خان از شهرک کنگور دخترک بیا اینجا پیش ما بیا. کریمزاده سلیم در وزن 70 کیلو ناحیه عبدالرحمن جامی پیش ما بیا. همین نام تو خواندم بیا. مولوده پهلوان دخترک ایزی بیا. طلبگار تو من دختر عمده کرد. مولده خان بیا مولده خان. حالا همین تاریخ غالبیت با پهلوانی کمربندی سفید و مسائل قوت و مسائل غیرت رسول نویایوان. دعوت کرده می شود وزن 80 کیلوگرم رحمت فرسند نویه عبدالرحمن جامی فیردوسی جانی بیگ. مهمانا خوش آمده. برادر ما حاجی آتم مجیدов خوش آمده. نور دیده تاج سر فیردوسی جانی بیگ. آتم جان خوش آمده. نور دیده تاج سر. مدنی خان کجا شدی؟ با طلب تو من شاهد خان آمده است. وقت و افضلیت یک پهلو غالبیت و قوت محمد سالی داریم. رحمت فرسند مراد نویه عبدالرحمن جامی. محمد رضا داده شد. شهر دوشنبه. تالاری ورزشی کنی گرد. وزن 80 کیلوگرم دعوت کرده می شود. تویرزاده سهراب نویه عبدالرحمن جامی
زویرов فیضعلی نویای عبدالرحمانی جامی. پهلو به مدینه خان داده میشه. طاهرزاده سهراب زویرov فیضعلی عبدالرحمانی جامی. حلال حلال مدینه خان از شهرک کنگوت حریف دوشنبگی خشه با دقیقه دویم با تخت پوز زد خوش به حالت مدینه خان مولود خان به خاطر مولود خان که 4 پسر بچه ده غالب آمد یک تمایسترا که امروزه ما یکی از پهلوانای شناخته جمهوری سید جلال سیدوف پلنگ خطلان برادر ما شاروخ جان وزن 60 کیلو سید جلال جان خوش آمدین نور دیده تاج سر با خاطر برادر ما سید جلال شیر نر تاجیکستان عموما به خاطر اکی رئیس اکی سلیم سیدوفا یک تمایسترا قواتوف ما مسالی من برادرها پلنگ خطلان برادر ما شاهروخ جان از شهر کلاب پلنگ رو چی میشه؟ تیگر خطلان گارات کلاب شاهروخ ناز پرتیشکا گوستی برس و شاهروخ ماشین زن خود نیتو این اگه خلاستای بودید نو زن خود نیتو شاهروخ بطمش دا یه وقت کلیشکا پلنگ پلنگ رو سکتی تیگر زویرov فیضعلی رحیموف خنجر قواتوف محمد سالی بیاید آخری قواتوف محمد سالی محمد سالی رحیموف وزن 60 کیلوگرم برادری ما یکی از پهلوانای شناخته جمهوری گیرنده شاه جایزه در ناحیه آوازداری دنگره دیروزک سید جمال علی مردانوف برادر شیر نر پلنگ نر گرگ نر چی حیوان عقاب نر خوش آمدی ای ناحیه آوازداری تیمور ملک در قشلاقشان جارو کرد و گوشتی نی خاطری عزت و حرمتی مردم بننگ نامسی انمی عبدالرحمن جامی آمده برای اولاد مردم بننگ نامسی جارو کلی تیمور ملک یک تمایسترا در وزن 70 کیلو کرگیزوف علی احمد گلوف حق داد شهری سال تیز برای وزن 70 کیلو تیاری بیند وزن 70 کیلو خرزین زاده خورشید زین دین زاده خورشید خرسند و فاروق هر دوشون عبدالرحمن جومی و تیاری بینن مهرانه پنجم حریفش با تخت خوش به حالت مهرانه جان های بله خوش به دو تا پهلوان بهترین جمهوری خاموش دولت واسه هنه برادر شهر دوشنبه در وزن 90 گلم در وزن 90 کیلوگرم رحیم اسرائیل لایق محمد الله تیاری بین از وزن 90 کیلوگرم در قربان و فریدون نظر و حق نظر وزن 90 کیلو اسرائیل رحیموف هاشم جان خوش آمدی کوم و شاگردود برادری ما هاشم یکی روی بهترین ناحیه غازی ملک جیانوش رحیموف اسرائیل وزن 90 کیلو بروی شما بروی رحیموف اسرائیل لایقوف محمد الله وزن 90 بروی تیاری بیند
در وزن 90 کیلوگرم تیاری بیند اسنبکov اسماعیل رحیمov ulug'bek تیاری بیند در وزن حسنبک اسماعیل رحیمov ulug'bek در وزن 70 کیلوگرم سلیمزاده مهراج قدرت احسان بیاید اینجا وزن 70 گوشتی بگیرد تیز بیاد در وزن 70 کیلو تیاری بیند حسنبکov رحمدین وزن 70 کیلو قربانov عزیز عبدالرحمن جامی تیاری بینن اسرائیل جان تیز بیاید دادرم تیز بیاید روزم گرشید اسرائیل جان تیز بیاید من در میدان دو تا پهلوان بهترین جمهوری رحیمov اسرائیل لایقov غلوبیت صاف با پهلوان سندوف علیشیر عبدالرحمن جامی دعوت کرده می شود وزن 80 کیلوگرم یولداشov ulug'bek باختر جورubov sayfbek ولایت مختار کوهستانی بدخشان برادرها همه ما گفتیم که این مسابقه رسمی است مایکتان ایتی خلاتون بگیره آخه یه بار دو بار 10 بار شد اعلان کسی وزن 80 کیلوگرم باری دیگر دعوت کرده می شود یولداشov ulug'bek نویه باختر جورubov sayfbek ولایت مختار کوهستانی بدخشان های بله اسرائیل جان غیرت کنه پهلوانا غیرت کنه یولداشov جورubov ای بچه فامیل چیه؟ یولداشov چند کیلو؟ اینجا 70 نیستش ای بچه جورubov هست جورubov مهمانا خوش آمدید نوریده تاج سر Yoldaşım, şortu kuşu وزن 80 کیلوگرم تیاری بیند طویلov مظفر ناحیه یوان سعیدov سعیدومر ناحیه واسه تیار شد قربانov این یولداشov قربانov سه روز شد روزدار رای همین توغری بگم کنکریت عجلش رسیده پهلوان از شهر قرغانتپه ظاهر میگه شهر قرغانتپه زور آمده
عبدالرحمن جامی رو قربان تیپه گفته هدایش نمیگه من سیرسی روزه دارم با خودت گفتی پهلو با یک تکی شاکر و اکبر طیرف مظفر ناحیه یوان طیرف مظفر ناحیه یوان یکی از پهلوانای شناخته جمهوری ای ناحیه آوازدار حصار حق نظر حصاریش انمیه میمان جان خوش آمدی نوری دیده تاج سر حریفی او بهترین پهلوان ناحیه یوان فریدون جان در وزن 90 کیلوگرم خداوندتان اقبال تیا فلای حق نظر جان و فریدون جان یک تمایسترا آیوف پرویز در وزن 70 کیلوگرم تیز بایم بیایی بیا غالبیت صف و پهلوان کمربند کبود سعید دومر ناحیه واسه کارکنان حفظی و کوب سرداورد خلال رسانده سیان اکی سرخانم 10 ساله 20 ساله 50 70 شده سر نمیش نمیکپا یگان چی نمیگه 50 آدم رو کش میکنه باید پهلوان خفه نشود اکی سرخانم نام دویم کروگ رفته پهلوان هم نگی نامار بنگی با میدان دعوت کردن شود دور دویمی وزن 80 کیلوگرم عبدالله فضل‌الدین دانشکده تربیه جسمانی جمهوری تاجیکستان حیطف جورا ناحیه عبدالرحمن جامی مرحمت در وزن 90 کیلوگرم تیاری بیند حسن بیکوف اسماعیل رحیموف اولوغبک در وزن 90 کیلوگرم منا مولود خان کنگرد پهلوان ایسوف عبدالله فضل‌الدین دانشکده تربیه جسمانی پهلوان ایساری حیطف شاهید خان جورا عبدالرحمن جامی واسه در میدان در گلیم یک رقم یک من حق نظر ایساری برادر ایوا گوشتین گرفته است با فریدون یوانی فریدون جان مرگی خانگی یوانی رو خوردگی راست بگی حلال عبدالرحمن خوش به حالت مولود خان بازار قربان وزن 70 کیلو حلال خوش به حالت در دقیقه دومی حق نظر ایساری حریف خوش به تختپوی زد خوش به حالت حق نظر جان غالبیت با کمربندی کبود قربان وزن 70 کیلو با میدان برو خوش به حالت شاهید خان در وزن 90 کیلوگرم کرلکوف کامران ناحیه یوان فایزوف طلب تیاری بینا در وزن 90 کیلوگرم علامرود علیشیر عبدالرحمن جامی قربان محمد ناحیه یوان دوستان گرامی ما احترامی
ورزشگر دختران تاجیکستان را با پررگی اجرا کردیم. بیاین یک قرصک با افتخارشان میزنیم و با همین دیگر مسابقه بین دخترکا و بچه‌کا تمام. خوش به حالت اکای سلام. معنیش برادرها با شرطی که بچه قطی دختر نه همی شاهیده قطی مولوده هر دوش گوشتیم بگیرن حالی بگیرن اینامی شهر نری تاجیکستان برادر ما معاونی رئیس فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان گنرال کشورزاده $100 امریکایی با شرطی که بگیرن مولوده قطی شاهیده دیگه بچه قطی دختر نیست. خاطری پهلوانان دخترای تاجیکی گوشتینی علامرودов علیشیر، اسماعیل کجا شدی یوان؟ قربانov محمد یوان. امیربک کجا شدی واحدو؟ یوان. وقت کوزمایی و برتر یک آگاهی غالبیت به عبدالله غالبیت به فضلدین بلجوانی داده شد. خوش به حال فضلدین جان اکوبی جان خوش به حال. بله یک دقیقه کافتی بیچاره از زور دو برورده Но смотри, чтобы дьявол на туда попал. И что дьявол, а мы усучим отсюда. Дар вазми 90 килограмм тайёри бинад Хайдаров Ғафуров. Монголия Хоҷамастон. خلط سفید ازار روزه سفید کمربند سیاه منگولیا خلط کبود ازار روزه کبود عبدالرحمن جامی کمربند سیاه عبدالرحمن جامی پهلوانی میزبان چود از سالسا به میدان دعوت کرده می شود رسولov سعید مختار کمربند سفید بند. رسول کمربند سفید بند. از ورزشکاران خواهش میکنیم نام کسی که یکم خوانده می شود با کمربند سفید لباس سفید به میدان بروید. برادر همین 10 بار اعلان کردیم که وقتی نام یکم خوانده می شود یا کمربند سفید یا خلط سفید توشه. Добро пожаловать, Хишик Баян. Вот халики дуру чуть-чуть остался, но там гана колды. Stay!
якта огоҳӣ ба паҳлавони абдурахмони ҷомӣ. мана дар гилеми дуюм яке аз паҳлавонои шинохтаи ҷумҳурӣ чемпиони тоҷикистон Саид Мухтор ноҳияи овозадори восе гӯштин гирифтааст. тайёрӣ бинад дар вазни 90 килограмм Ҳайдару Ваҳоб Ғафуров Фирӯз вазни 90 килограмм. бародаро, ҳаме гӯштини расмиам боша, не ки наврӯзиай. ҳар як партов шуд. мана дар номи Саид Мухтори восегӣ $100 дига айноми ғайри айност. умеди манам соҳибкор ва хушбаҳолот Умедҷон дар номи Саид Мухтор $100 амрикоӣ айноми Умедҷон ба хотири ғайрату ҳиммату нангу номусу ору баланди Умедҷон якта маэстро. ҳалол ҳалол. хушбаҳолот Монголия добро пожаловать. хишик бояр. молодец. это девол наз стена упал в стороны Монголия. вот барес хуҷамастона хороший он мурғи хонагӣ никушад. куриса домашний он исматуллозода Қурбон ноҳияи Ёвон, Раҳматов Хурсанд ноҳияи Абдурахмон. мана то 80 сомони дигарам бигӣ. ошуд шуд. меҳнат карди ошуд шуд. мухлисо соҳибкоро ака кам кам ҷои нангу номуса кисоҳоро бикове. манам ба сабаби омад ин омад. Самадов Сафияло ноҳияи Ёвон. тайёрӣ бинад Ғафурҷонов Фирӯзи Давлат. Самадов Сафияло Ёвон ҳаста неста 1 минут иҷдод мекунад. номиди ғолибияти ҳариф амрата метир. вазни 80 килограмм. Самадов Сафияло Ёвон 1 минут аксафар 1 минут без номер ғолибияти метир. эшон бова дига ҳама хеле маслиҳат шурига ҷои хафагиш нест. Самадов Сафияло нест. аз сабаби набаромадани Самадов Сафияло ба болои гилем ғолибият ба паҳлавони яктаки Кабуд Тоирзода Суҳроб дода мешавад. дар вазни 70 килограмм Саидов Саидакбар Малаев С. بیان درو خوش به حالت برا سالیم تو بگی وقتی غالی میره حریف نرامدن این ناحیه خواجه مستان صاحب کارای شهری نداره چند پول در کارش کم باشه بگو با بتیم سعید سعید اکبر وزن 70 کیلوگرم مالایف اس بروی دادرو هر نام نویس کرده بروی اوخی
منگل میروی حالی نوبت کتیایی گوشتینی رسمی ای پیش خودش نمیروی او خیلی پگاهی سرده من همی پهلوان بهترین پهلوان ناحیه یاوان تالار ورزشی من الهام جان معلم شخصا خوشبه حال دیوان یک کانت زن همین که دعا رو میدونی که دعا میکنی سفر نیست ای ناحیه عبدالرحمن جامی نمیروه خوشبه حال پهلوان بچه یاوانی بار دیگر دعوت کرده می شود صمد ابوبکر منطقه رشت نظرزاده نظرالله ناحیه عبدالرحمن جامی صمد ابوبکر منطقه رشت نظرزاده نظرالله عبدالرحمن جامی داور کنجی داور درجه ب فیض‌الدین امیر شویف نظر داده با دعوت کردن می شود صمد ابوبکر منطقه رشت نورزاده نظرالله عبدالرحمن جامی صمد ابوبکر منطقه رشت نیست صمد ابوبکر با غالبیت با قربانوف امام نظر خوشبه امام ریزا داده شد تالاری ورزشی کانی گرد سید اکبر بای کی؟ صمد ابوبکر نیست ابوبکر از منطقه رشت غالبیت با نورزاده تیاری بیند شادی و شهرت عبیدالله تاجی خوشحال آمد بچه ها من همه گوشتیده که فقط در دری الماسی ایستار بود ادمینی چی روزش نامعلوم من روز 28 مارت در ناحیه یاوان قشلاق قشقدره ها گوشتین کلان دو تا اشتر داره هردش جواب تا گیرم هردش خوری جوابشون تی برابره برادر دو اشتر داره یک که نباشه ایوه خفقه ما رو اعلان کردن روز 28 مارت ناحیه آوازداری یاوان قشلاق قشقدره ها دو تا اشتر داره اوخی دودار یکنی منوت زیادی گوشتینت موندن ایزون همه کسی روز 29 مارت در ناحیه آوازداری تیمور ملک دهه چیلچه دهه برادر ما شهر نری تاجیکستان شادی سفر رکتوری انستیتوی تربیه جسمانی مرحمت کسی پهلوانایی که دورترکای یک روز پیشکی برو مردم بنانگ ناموس تیمور ملک قشلاق چیلچه چیز اوقات میخوره فقط پهلوانا را شوفیرتون در کار نیست ناگفته نمانم نظر حق نظر دانشجوی
институти тарбияи ҷисмонии тоҷикистон бародари мо Шодӣ Сафар шогирдост аст. Хушбаҳолот Шодӣ Сафар ба хотири кули донишҷӯёни институти тарбияи ҷисмонӣ ба хотири бародари мо Шодӣ Сафар як тамая истаракам ки даст бароран. Хайрлон Назиров хуш омадед. های بله پهلوان عموما صاحبکاران ناحیه کویبشت رئیسای جمعه است بیزنس گپ نیست همین چهاربینی رو دیدین به میدان دعوت کرده می شود وزن تو 80 کیلوگرم عبدالخیر حکیم مسایف این هوا رو بینو تیاری بینه در وزن 90 کیلوگرم خشنک بایر منگولیا غفور و فیروز تاجیکستان مجو چه کاری بوم در میدان نظرف حق نظر کردیکوف کامران حکیم جان خوش آمدی نوری رضا تاجی سر بعدا با پهلوان کمربند سفید دوار نیست نگاره بدن سوق کردن بشه دو دواری کنجی نداد غالبیت صوب و حکیم عبدالخیر حکیم با بطری یک بدن غالبیت با حق نظرف حق نظر از طرف راست داور پهلوان شناخته منگولیا مهمان خشنک بایر از طرف دست چپ داور حیدروف وهاب نایه یوان تاجیکستان
منگولیا. دعوت کرده می شود رحمت خورسند زویدов مقصد در وزن 90 کیلوگرم تیاری بیند انورزاده امام نظر رتیپوف امام علی تیاری بیند انورزاده امام نظر لطیفوف امام علی. تیاری بیند در وزن 90 کیلوگرم انورزاده امام ریزا. برادرو مخلصا من همه جا که ورپیلوت رفته سه رستانو میگیره یک چک ترسک بزنه موزیکا ترسک مخلصان عبدالرحمن جامی یک چک بزنه به خاطر منگل پلوان و رحمت ها میگه ای پخت چینی اومده همه مرده چک میکنه. منم برادر خرسند جان ناحیه عبدالرحمن جامی سیم غالبیت به دست خوش به حالت. خرسند جان ناحیه عبدالرحمن جامی خوش به حالت. انور جان خوش به حالت با همه شاگردان. منگولیا تاجیکستان دعوت کرده می شود سمدov صفیالو ناحیه یوون رامخدویف سلمان بدخشان خوش به حالت. سمدov صفیالو یوون رامخدویف سلمان بدخشان یک گپ همه گرفت داشت کم دو داموش تکیان میج کم یادم سفیده چیکار در کره وزن 70 کیلوگرم تیاری بیند مسعود احمدزو سیدابرورov شهبوز. در میدان دو تا پهلوان شناخته یکی از تاجیکستان دیگری از منگولیا گوستی. سمدov صفیالو ناحیه یوون تویرزاده سهراب است. مهمانا خوش آمده نوریده تویرزاده سهراب است. ای نام یکی از صاحبکاران بهترین شعربچه تاجیکستانی عمر جان 300 سامان دیگر در نام منگل. تویرزاده بخمل جان در نام جان و فیض‌آباد. تریست سامانو برای تو مهمان پهلوان منگولی. پهلو
300 سم دیگه فایده شد. اینده پلاوی نخلا تو بازاری بازاری گوستی تو نخلال نیپان بازاری но время чуть-чуть остался береги себе. Badan. Tayyor binat vazni 80 kilogram. Norzoda Nazrullah Munavvarov Muboris. دقیقه آخران وزن 90 کیلوگرم ده تیار بیند انورزاده امام رضا لطیفوف امام علی وزن 90 کیلوگرم وزن 70 kilogram. Tayyor binat Masudi Ahmadzod Saydabrorov Shahboz. وقتی واخوری با باتری یک پالو غالبیت به منگل بشیر کسیک بیار غالبیت صف و پهلوان کمربند کبود Bayar. Дополнение к его премии 300 сомони от از طرف دست راستی داور در وزن 90 کیلوگرم انورزاده امام رضا نورزاده با از طرف دست چپ داور کمربند کبود لطیفوف امام علی ناحیه یوان در نام انورزاده امام رضا غیر کنکورس 500 سومان دیگه از نام شیربچه‌های شهرک راغون یه بمرم در راغون غیر کنکورس امام رضا دوشنبه امام علی یوان من در نام امام انورزاده امام رضا 600 سومون ای نام شیربچه های شهرک راغون خوش به حالتان برای همت بلندی شیربچه های شهر راغون یک تا عبدالرحمن جامی است که مایستره خوش آمدید مهمانای عزیز نوری دیده تاجی سر مبارک شو با یک بار دیگه اعلان میکنم رفیقان گشتین ناحیه ایساره که پگه اعلان کرده بدیم دیگه روز مانده شد روز 28 در ناحیه یوان قشلاق قشقدرک گشتین مبارک شو ایدارف دوار نزد دوار رو بیا آگاهی با امام علی دکتری مسابقه گلیم دویم دو بیا خوش به حالت امام رضا خوش به حالت امام علی در وزن 90 کیلوگرم تیاری بیند دولتزاده سلیم
از سبب علت برداشتن نورزاده نظرالله غالبیت در پهلوانی کمربند کبود شهرت منورов مبارز عبداللهیف تیاری به وزن 90 کیلو. هشتاد کیلو دا 90 کیلو شده چیل نگیرم نمیشه شیف خودش شیف دارم خوش بالا دوباره گلمی بین خالی مون دعوت کرده می شود وزن 80 کیلوگرم جوروبوف سیافبک ولایت مختار کوهستانی بدخشان عبدالله ایرج شهری دوشنبه وزن 70 کیلوگرم تیاری بینه گلوف حقدوز خورسند فاروق وقت غالبیت صف به انورزاده امام رضا داده. خوش به حالات انورزاده بود. در نام امام رضا از نامینای دخترای همین ناحیه 300 سامان دیگه پلیم. امام رضا بیا ایناسی منه شهردین جان با این بچه ها وزن داور کنجی ایدارف نانیچا غالبیت با عبدالله در وزن 90 کیلوگرم انورزاده امام رضا غالبیت با عبدالله ایرج داده شادی و شهرت وزن 70 کیلوگرم تیاری بینم بوبالیزاده اسماعیل سلیموف نکروز های بله با میدان قربان در نام بازار قربان رسول سید مفتر 500 سامان دیگه ای نام اکیل جنجالی خوش به تیاری حالت بینم وزن 100 کیلوگرم بکف بلجان مجیدوف خورشید بکف بلجان مجیدوف خورشید اکیل قربان خوش آمدی رحیموف محمد خوجایف رستم ایرج عبدالله خوش به حالت شادی و شهرت کجا دی؟ این آمد از طرف دست راست داور در وزن 90 کیلوگرم انورزاده امام رضا از طرف دست چپ داور شادی و شهرت وزن 90 کیلوگرم تیاری بین از وزن 90 کیلوگرم ده غفور جان و بهرام ناروف عبدالقهار نایه خواجه مستان رقم 2 تیاری بیند وزن جان عبدالله خوش به حالت بگف بلجان مجید خورشید اینا جان خوش آمدی یک کاری دیگه یا بدن و پهلوان کمربند سفید بدن با کمربند کبود با کمربند کبود وزنی خوب قربان جان
اقباف اینام شهر میدان جنجالی راغو اشر راغو با 500 سومان دیگه در نام انورزاده امام رضا. مهمان اولیکار برادری ما خورشید جان مجیدوف خوش آمدی، نوری دیده تاج سر قدم خوش آمدی خورشید جان. ما ای پلتون بگیم 500 سوم اینام جنجالی راغونی با اینام صاحبکار از شهر راغون اکای جنجالی شهری نر 500 سومان دیگه در نام امام رضا کانتزان. خوش به حالت اکنه این مردمی راغون تغر نظم ببینن تغایی به جای پا با از نام تغای جنجالی راغونی 500 سومان در نام هم قربان جان بود و من 500 سومان دیگه در نام انورزاده امام رضا. تغای جنجالی یک امام جیان تو مام جان تو بیارگم راغونای این همی امام رضا ای کجای باشه ای همونجو. خوش به حالت اکای تغای جنجالی برای همت بلندی مردمی بنانگ ناموسی راغون خصوصا تغای جنجالی یک تمایسترا یک کان تزن تغای جنجالی و همی کلت برداریا بینیم تا من در میدان دو شهر بچه های تاجیکستان پهلوان های بهترین برادر ما حاتم جان مجیدوف و بچه هاش خوش به حال خورشید مجیدوف جهانگیر مجیدوف و منا عطا آقا دو مربی این کسا عطا آغاز نارا حلال غالبیت صف و کمربند کبود انورزاده امام رضا. خوش به حالت انورزاده امام رضا. پانصد سومون دیگه اینام کیای اسرائیل مرن گفت اسرائیل کور که فهمید از طرفی از طرفی دست راستی داور اکه معرفی کنیم شونه اشون بوا یا مینوت معرفی کنیم شونه از طرفی دست راستی داور پهلوان شناخته جمهوری انورزاده امام رضا شهر دوشنبه. از طرف دست چپی داور بهترین پهلوانه که تان فینال تاپ نمبر آمد غفورزاده بهرام جان در نام انورزاده امام رضا از نام حکومت ناحیه آوازداری خوجا مستان ای نام حکومت یک اسب گزین لجام اسبش کن. در وزن 70 کیلوگرم غالبیت به حسن بکف رحمیدین ابو شاهنه غزلچوی دولت شاه در بیلانی گلمی موبایل گلمی رقم 2 دقیقه آخر بدن با پهلوان کمربند سفید وزن 70 کیلوگرم دعوت کرده می شود. بزرگ قربان
تیاری بیند وزن جمعی 100 کیلو. نکروز بزرگ قربان سلیموف نکروز. شیخ فریاد یزگلان بدخشان شهر نری بدخشان. نظری و دولت شهر نری کلاب زمین خطلان تاجیکستان. اولاد نظریفا دولت نظریف کلاب شیخ فریاد وقتی کوزمایی یزگلان. وقتی کوزمایی بابرتری یک بدن غالبیت به غزل شوی دولت شو. خوش با غالبیت حساب با انورزاده امام رضا از نام حکومت نایه خواجمستان یک اسب نایه یاوان سیدف سید جلال نایه آوازداری واسه شیخ فریاد دولت نظریف بیدون بره دولت نظریف شیخ فریاد من بازار بازار و قربان جان پنجم حریف خشت غالبا در بین گلیم آخران گشتینگل شهرکی کنگور پنجم سپات کشانه قربانوف بازاروف قربان کنگور خوش به حالت اولاد قربانوف ها دولت نظریوف شهری کلوب مهمان تستر بره دوباره بالای گیرن فیض‌الدین امیر شویه مرحمت نظریف کجا شد سید جلال سیدوف رجب علی قربانبکوف یاوان برادری ما قربانگاه دولت نظریف بیا دادرم آخی تیز که رجب علی قربانبکوف یاوان سید جلال سیدوف واسه خوش به حال دکی قربانبک ای نام مرد سخاوتمند در نام بازار و قربانجان 500 سال می‌گذرد. پهلو بود پهلو موزیک رو بکشون حالی همینیم نگیره مگاکا موزیک رو بکشون
قربانوف بازار قربان پنجم حریف حزب غالب آمد. خوش به حال قربان جان. من قربان جانم میگه که 500 سومن غیر چیزی با اسلامی اسلام برای کمبغلا آب بخرن. به میدان عبدالله جمال بلال یوسف علی دعوت کرده می شود. وزن 70 کیلوگرم عبدالله جمال بلال یوسف علی تیاری بیند بابایف دولت نظریف کلاب فریاد شیخوف بابایف می ایساقف حسین تیاری بیند وزن 70 کیلو عبدالله جمال بلال یوسف. مردم علامت ویدیو داور تماشا کردم تعلق نخواهی دیدم. تیمر ملیک وزن 70 کیلو بلال یوسف علی تیمر ملیک وزن 70 کیلو پرتافت سید جلال سیدوف ابو بکر اکابیر جمعخان حسین دوستان گرامی ببینین خردسالان چقدر حرکت میکنن. بیاید با ایساق زاده حسن وزن 70 کیلوگرم توشف محمد برهانزاده احمد توشف محمد سوق برهانزاده احمد عبدالرحمن جامی. با دقت همه پهلوانان میرسانیم که شروع از وزن 60 کیلوگرم واخریا برای جای سیوم برگزار میگردند. یک تا جای سیوم است، برای همین واخریا برای جای سیوم حتما برگزار میگردند. ولیگرد سوی با پهلوان سعید حسین جلال. دعوت کرده می شود واخری فینالی وزنی 50 کیلوگرم. کنجایم اکبر
پهلوان حسین کنجایو اکبر دعوت کرده می شود وزن 100 کیلوگرم. برآمدیم زنگ میزنم خیلی کما وشید فینال مشکل را که گرفت حالا زدن سر به مشغول زنگ میزنم باز این همی یک کش باش که کارو میکنم سعی جلال باش که باز زنگ میزنم خیلی زفر نمیشونه زفر نمیشونه بوده گردی که مشونه قربان بگی بزرم والیبال با علی افتاده شد. نسیم فردوس شیرخان ناصیر پیدون بیان. Herbo молодец. به میدان دعوت کرده می شود وزن 100 کیلوگرم نسیم فردوس شیرخانوف ناصیر. دواری بالای گیلم باور خوجندی جو. آکای زفر یا لحظه بیایید وقت همین طریق در این واخوری غالبیت نصیبی پهلوان حسین دوستان گرامی با قرار کمیته اجرایی فدراسیون ملی گوشتنگیری مملکت و فرمان رئیس فدراسیون گوشتنی ملی مملکت اشور لایق بگیجانویچ قربانوف زفر بازارویچ رئیس فدراسیون گوشتنگیری ولایت ختلان تعیین کرده شد. ما زفر بازارش را با تعیین گردیدن با چنین یک وظیفه پرمسئول خیلی هم سپاس میگوییم و تمنا میکنیم که در آینده گوشتنگیری در ولایت ختلان باز هم رواج و رونق و رشد میکنه. بیایید همگی یک قرصک با افتخاری من شهران مردان که چنین چاره‌بینی ها را تشکیل میکنیم. دوستان گرامی اکنون واخوری فینالی وزنی 60 کیلوگرم و در وزن 60 کیلوگرم قوت محمد رضا و قوت محمد صالح توفه برای هر دو پهلوان автомашинаи فرد
فورد سیرا. هر دو پهلوانم پهلوانانی معروف کشور هستند و در بسیار از مسابقه های بین المللی شرکت ورزیدند و روز 21 مارس در شهر دوشنبه در نوروز بین المللی پایتخت هر دو هم در واخوری فینالی واخوردند و محمد رضا قوتوف جای اول را اشغال نمود. اکنون در نوروزی ناحیه عبدالرحمن جامی نیز واخوری فینالی و شاه جایزه автомашین فورد سیرا. سعید یعقوبزاد سپاری می شود. ما رئیس محترم را عرض سپاس میکنیم که برای تأسیس آن ایزان مینداری محترم رئیس. تبریک محمد رضا قوتوف را تبریک و این قرصک‌ها به افتخاری غالب وزن 60 کیلو تلیه قرصک. شهری حصار حق نظر والیباس‌های کبود نماینده شهری دوشنبه امام رضا احمدزاده. به سبب تنبیه داشتن پهلوان کمربندی کبود غالبیت با پهلوان کمربندی سفید فیردوس نسیمov شهری کلو. دعوت کرده می شود وزن 100 کیلوگرم قیمت بختیار نظریف شریف جان. وزن 70 کیلوگرم تیاری بینم سلطانوف مسعود احمدزاد سلطان محمود احمدزاد تیاری بینم. رمضان دعوت کرده می شود قیمتش نظریه. دواری بالای گیریم سمندری محمدی، دواری کنجی دلواری صبریدین، دواری کنجی دلشاد زاده علی بیک. از طرف دست راستی دوار با کمربندی سفید قیمتوف بختیار، از طرف دست چپ دوار شریف جان نظری شهری کلو. بدن به کمربندی که بود بولو نته خوب خیمه جان بولو را بکن نته بولو
طریق در این آخری اولویت حساب نصیب نماینده شهر حصار حق نظر و از جانب رئیس محترم با غالب تحفه ارزشمند تقدیم کرده می شود. نظر حق نظر. دوباره بالای گیرم دوستان گرامی، من محترم رئیس سعید یعقوبزاد با غالب وزن 90 کیلوگرم تحفه ارزشمند پولی تقدیم کردم برای چنین همکاری ها. وزن 80 کیلوگرم رسول میکنم که در این وزن 53 نفر اشتراکچی شرکت ورزیدند. اینجا بیان ابرو دعوت کرده می شود دوری سیومی وزنی 100 کیلوگرم مجید خورشید شهر دوشنبه، سعید جلال شهر دوشنبه. وزن 70 کیلوگرم تیاری بینه اسحاق وزن دوستان گرامی، خاطررسان میکنم که من همین واخوری برای هر دیامینو هفتم واخوری است. برای به فینال برآمدن اینا بر 6 نفری غالب آمده در واخوری هفتم واخوری فینالی است. این هم یک زحمت است، این هم یک ملکه است، این هم یک مردی و توانایی و من به اصطلاحی که تلویزیونی ورزش میگوید این شرف است. اگر غلبه کند نوران علا نور می شود. Gapı ucuna dizilirse. Gapı ucuna dizilirse. بولوباس‌های سفید خورشید مجیدov، بولوباس‌های کبود سعید جلال سعیدov. سه دقیقه گذشت. داوران آگاهی کی دارد؟ کبود وزن 70 کیلوگرم تایی بینن بازارم قربان اسحاق حسین
پهلو با پهلوانی کمربند سفید 30 ثانیه وقت دیگر باقی مونده است. کنیم وقت تمام کنیم. آگاهی وقت تمام. همین طریق در این واخوری غالب سید مختار رسول و او صاحب شاهجایزه автомашин لگنز را از دست رئیس محترم سعید یعقوبزاد میگیرد. غالبیت سید مختار رسول حرمت به نزدی کوزه‌ای رو من که گلم رقم 2 ای بابا ای مردم باید اینجا را پول میدیم اینجا را پول هر دو پهلوان آگاهی داده شد. امیر شایف داور کنجی بودا واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم شکر محمد میر محمدов و دولت جان نظریف. شکر محمد میر محمدов دولت جان نظریف مرحمت واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم. داوری بالای گلیم محمد علی میرزایف حبیبلویف دقیقه آخر سر می شود. گلیم رقم 2 سید خوجایف یه لحظه بیام. تنبه و پهلوان یکتکی کبود. واخوری فینالی وزنی جمعی 100 کیلوگرم مرحمت شکر محمد میر محمدов و دولت جان نظریف مرحمت. بیا دولت جان شریف وقت از سبب تنبه داشتن پهلوان یکتکی کبود غالبیت و پهلوان یکتکی سفید مجید خوشه.
دعوت کرده می شود ابوبکر اکابیر علیف خرسند. والیبال‌های سفید نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان شکر محمد میر محمد. والیبال‌های کبود نماینده شهر کولوب давлатҷон назриев. охири финали вазни ҷамъи 100 килограмм. از طرف دست راستی دوار با لباس‌های سفید علیف خرسند. مرحبا. از طرف دست چپ دوار با لباس‌های کبود ابوبکر اکابیر دوشنبه. فکری دوارا نسبت پرتاف جلوار دادن نیست دوام داده تیار بیند وزن 100 کیلوگرم نسیموف فیردوس شهری کولوب حمیدوف علیشیر تنبه به پهلوان یک تکی سفید از حساب اصولهای من کرده شده را استفاده بردن. با میدان دعوت کرده می شود سلطانوف اسحاقوف
Sultanov maydon بیاته. دوباره بالای گیریم باور خوجندیجوف مرامت ولایت بدخشان. وقت اما باور خوجندیجوف وقت همین طریق در این واقعی غالبیت نصیبی شکر محمد میر محمد است و او با مکافات پولی سرفراز گردانیده می شود. پهلو و پهلوان کمربند سفید تیاری بیند غزل شاهی دولت شاه شریف جان نظریف. حالا همین طریق حسین ایساقزاده غالب برآمد و با شاه جایزه مشرف گردید. از محترم کشورزاده خواهش میکنیم که کلیدهای автомашина را نایب پرزیدنت فدراسیون ملی گشتیگیری جمهوری تاجیکستان کشورزاده عبدالرشید گل